سلام، به این خبر تازه با من بلال آریان خوش آمدید. در ادامه تلاش‌ها برای تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، وزیران امور خارجه امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در یک تماس تلفنی پیرامون موضوعهای مهم سیاسی، اقتصادی و تحولات جاری منطقه به تبادل نظر پرداختند. امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی رویکرد مبتنی بر دیپلماسی از سوی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را یک گام سازنده دانسته و بر اهمیت حل و فصل مسائل از راه گفتگو و مذاکره تاکید فرموده است. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز روند رو به رشد همکاری‌ها و پیشرفت‌های حاصل شده در روابط دوجانبه را قابل قدر خوانده و دیدگاه‌های خویش را در خصوص توسعه بیشتر این روابط با همتای خود شریک ساخت. در این تماس همچنان در مورد آخرین وضعیت مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده بحث و گفتگو صورت گرفته است. برای جزئیات کامل با یک باشید.